درود دوباره به بینندگان محترم. در این بخش دوم ادامه حواشی و روایت‌های رسمی از اتفاقات جنجالی برنامه عشق ابدی را پیگیری می‌کنیم. طبق گفته‌های جدید، مهیار افشاگری دیگری درباره احسان مطرح کرده و مدعی شده است که احسان در طول حضور در برنامه بارها نسبت به روژان بی‌وفایی کرده است. به ادعای او، احسان همزمان با رابطه رسمی خود با روژان با دختر دیگری که گفته می‌شود خواهر شقایق معرف چند شرکت کننده به برنامه بوده وارد رابطه شده و این موضوع موجب تنش‌های پیاپی میان روژان و احسان شده است. در بخش دیگری از حواشی، موضوع جایزه اصلی مسابقه نیز زیر سوال رفته است. گفته می شود وعده $30,000 برای قهرمان فصل دوم واقعی نبوده و چند شرکت کننده در لایوهای خود اعلام کردند که حتی جایزه فصل اول نیز هنوز به برندگان آن یعنی علی و زهرا پرداخت نشده است. برخی از شرکت کنندگان مدعی شدند که برنامه قصد دارد مبلغ جایزه را به صورت ماهانه و نه یک جا پرداخت کند و این رفتار موجب بی‌اعتمادی شدید میان اعضای گروه شده است. از سوی دیگر، سخنان اخیر مهیار درباره یلدا که گفته بود او حق من بود و شباهت زیادی با من داشت به شدت وایرال شده و به یکی از سوژه‌های طنز فضای مجازی تبدیل شده است. این در حالی است که طبق افشاگری‌های اخیر یلدا و مهیار در دنیای واقعی روابط کاملاً متشنج دارند و هر دو در فضای مجازی ویدیوها و اتهامات تندی علیه یکدیگر منتشر می‌کنند. این تناقض آشکار میان رفتار واقعی و رفتار نمایشی داخل برنامه سبب شده بسیاری از مخاطبان این روابط را صرفاً نمایشی و با هدف دیده شدن، جذب فالوئر و کسب درآمد بیشتر ارزیابی کنند. در مجموعه عشق ابدی در هفته‌های اخیر با حجم گسترده‌ای از افشاگری‌ها، تناقضات، ادعاها و حواشی جدید روبرو بوده است. مسائلی که تصویر پشت پرده برنامه را مبهم‌تر و پرسش برانگیزتر می‌کند. از همراهی شما تا پایان این گزارش سپاسگزاریم. لطفاً دیدگاه‌های خود را با ما در میان بگذارید. تا دیداری دیگر، بدرود.